تنش‌ها در خاور میانه با گذشت هر روز بیشتر می شود. تنش لفظی و تهدید امریکا برای حمله دوباره به ایران بار دیگر نگرانی‌ها در منطقه را افزایش داده و خطر درگیری سنگین میان تهران و واشنگتن را بالا برده. رئیس جمهوری آمریکا که پیام‌های لحظه به لحظه در مورد تهران نشر می‌کند، در آخرین پیام خود تهدید کرده که اگر ایران با توافق صلح موافقت نکند، ایالات متحده آماده است تا حمله‌های بیشتری به تهران انجام دهد. ترامپ اما پیشنهاد داد که واشنگتن می‌تواند چند روز صبر کند تا پاسخ‌های درست را دریافت کند. وضعیت بسیار حساس است و ممکن است به سرعت به یک درگیری گسترده تبدیل شود. اگر پاسخ مورد نظر امریکا دریافت نشود، اقدامات نظامی میتواند فوراً آغاز شود. امریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. یا توافق صورت میگیرد یا امریکا اقدامات سخت انجام خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که تهران همچنان آماده مذاکره است، اما افزود که مجبور ساختن ایران به تسلیم از طریق فشار و تهدید توهم بیش نیست. ایران پیوسته به تعهدات خود پایبند بوده و هر راهی را برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده است. همه راه از طرف ما باز است. وادار کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر، پایدارتر از جنگ است. همزمان سفیر ایران در سازمان ملل از شورای امنیت انتقاد کرد که نباید در برابر تهدیدهای مکرر ترامپ سکوت کند. وی به اعضای سازمان ملل هشدار داد که از نظر ایران سکوت در برابر وضعیت موجود ممکن است به تولد رویه خطرناک عادی سازی توسل به زور منجر شود. شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهوری ایالات متحده علیه ایران، از جمله تهدید صریح بمباران ایران و بازگرداندن ایران به عصر حجر، نابودی زیرساخت‌های انرژی، اقتصادی و صنعتی کشور، هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای و مقامات ارشد ایران و حتی لفاظی و تهدید بر نابودی تمدن ایران ساکت یا بی‌تفاوت بمانند. این در حالی است که ایران این هفته پیشنهاد تازه‌ای به امریکا ارائه کرده که شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، خروج نیروهای آمریکایی و کنترل تنگه هرمز می شود، شرایطی که پیشتر از سوی ترامپ رد شده بود. با این همه افزایش تهدیدهای لفظی میان تهران و واشنگتن و هشدارهای متقابل فضای بی‌اعتمادی را در روابط دو کشور تشدید کرده و احتمال تنش‌های بیشتر در منطقه را بالا برده. در صورت نبود مسیر جدید دیپلماسی و کاهش فشارها، این وضعیت می تواند به بحران گسترده‌تری در خاور میانه منجر شود.